نقشه سه‌بعدی و کامل از جهان قابل مشاهده را ببینید. ابزار طیف‌نگار انرژی تاریک با استفاده از 5000 ربات کوچیک بزرگترین نقشه سه‌بعدی جهان را تا به امروز ایجاد کرد. این نقشه شامل میلیون‌ها کهکشان و کوآزاره و تاریخچه انبساط کیهان رو با دقتی بی سابقه در طول 11 میلیارد سال گذشته نشون میده. برای اولین بار انبساط جهان اولیه 8 تا 11 میلیارد سال پیش با دقتی بهتر از 1% اندازه گیری شد. زمان بی‌معنا میشه. تنها اکنون وجود داره، در آغوش این میلیون ها کهکشان. این پروژه به ما کمک میکنه تا انرژی تاریک، نیروی مرموز پشت انبساط شتابدار جهان رو بهتر درک کنیم. وجودت ذره میشه